سلام دوستان، خسته نباشید، خوبید؟ میخوام امشب واسهتون یه رانندگی با تارا برم، واسهتون کیلومترشو ببرم بالای 200. اگه حال کردین واسه من لایک میزنین، حالم نکردین بازم بزنین. دمتون گرم. بریم که داشته باشیم، دنده رو بریم پنجش کنیم که داریم میرسیم اینجا. با یه دست فقط دارم فیلم میگیرم، با یه دست دیگه رانندگی میکنم. کار خطرناکیه، شما نکنید این کارو، ولی چاره نیست دیگه. من دارم میگازونمش تا برسیم به چند تا. الان فعلا 140 تاست. کم کم میریم بالای سر 50 تا رو بگیریم. بله عزیزان، داریم میریم به سر 60 تا میرسیم. رفتیم 160 تا رو هم ببریم. باری کلا رفت بالا. برو بالا 170 تا رو بگیر. ای قربون پسر، برو. چته ماشاءالله لامصب بابا، چی ساختی ایران خود رو، حیف نون. برو که میری. باری کلا الان هم 180 تا رو رفتیم. به ببین چه میکنه این تارای ما. 180 داریم میریم. برو که رفتی که بابا، کیلومتر بگیر پسر. دستم داره خط میخوره، جلوم هم نمیشه ببینن. آها درست شد. جلو هم ماشین داره میاد از 180 به 90 تا رو برن. بعد ماشین جلو بیاد رد بشه. عزیزم ببینین تو جاده ایم اینجوری داریم جاده رو میبینین. سوی پایین هم از بالا ننداختم، ولی با این سرعت بالا با یه دست واقعا سخته. شما واسم دعا کنین که من به سلامت برم و برسم ان شاء الله. فقط بعد شلش نباید بکنم. نه دارم میگیرمش. برو که رفتیم بابا، سوی بالا بزنیم. نه آره رفتیم. حالا رفتیم بالای 190 تا هم بزنیم. برو که رفتیم. ماشاءالله پسر، برو. این هم 180. دوباره میرسیم به 190 تا و 200 تا هم که بزنیم. واسه من دست میزنین همتون. ماشاءالله برو. ها بگردم پسر، برو. این هم 190 تا. ای برو بسالله. برو که خوب میرید. آقا 200 تا رو داریم میزنیم با یه دست. ماشاءالله برو. خوب میری ماشاءالله. تکون نخور اینقدر. واه داریم پرواز میکنیم. فقط میگی ماشاءالله. آقا 200 تا رو ما رفتیم. برو که رفتیم بالا 200 تا. برو ماشاءالله. فقط افسر ما رو ببینه گرفتم اونا. وای خدا ببین چه دلم داری گوپت میزنه. آخه با یه دست 200 تا. آخه پدر ببین چیکار دارم میکنم من. وای دارم به پیش میرسم. فقط این ماشینم جلو داره میاد، نمیشه بس شلش کنم. واه خدا خودش میدونه تو دلم چطور داره گفت میکنه. ها اینجا ببین با جونم دارم واسهتون فیلم میذارم که حالشو ببریم. فقط بذاریم پدر بیاد رد بشه، اونقدر دور خاک تو سرش کنن که اونقدر بی ارزه است. هیچ چراغ میده. بیا برو گم شو. خب من باز گازو بگیرم دوباره. آقا داریم میریم بالا 200 تا رو بگیریم یا بس دیگه. 250 تا رو هم بزنیم. اگه کیلومترش نشون میداد واقعا زیاده بودم واسهتون. 250 تا رو میریم که داشته باشیم سرعت بالای 200 تا رو. حالا برو عزیزم، برو 190 200 تا رو رفته بودی ها. فقط 5 تا دیگه 10 تا دیگه بالا 200 تا رو بری دیگه اوکیه. فقط آمپراتو خطابه چسبون تیر بالا لامصب. برو ببین موتورم دورش داره تا ته چسبیده دیگه، خطرناک داره میشه. من باید شلش کنم. من سوی پایینم جواب نمیده دادا. یا حسین آقا فعلا بریم یه لحظه ببینم چرا من مشکل پیش اومده واسش. این جاده رو ببینین، این الان توی پایین میزنم کلا خاموش میشه. باز قطعش کنم. بای